دوستانی کل توجیکستان در نیم سال روان علیه 30 نفر با جرم خرید و فروش آدمان پرونده باز کرده است که اکثریت به خرید و فروش کودکان ایبدار دانسته میشوند. این آمار نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. مومن احمدی این موضوع را پیگیری داشت و قبل از برنامه از او پرسیدم که اصلا به چنین جنایت کیها دست میزنند. شهلا اصلا خرید کودک بیشتر با هدف فرزندخوانی صورت میگیرد و آنهای کودکان را خریداری میکنند که هدف دارند به فرزندی بگیرند، ولی بنابر مشکلی سند حجت گذاری آنها امکان ندارند قانونی کودک را بگیرند. به این خاطر تلاش میکنند با راههای غیر قانونی صاحب کودک شوند. از این رو آنها بیشتر آنهایی را جستجو میکنند که کودکان خود را نگاهبین کرده نمیتوانند و یا کودکانی که از راههای بدون نکاح تولد شدند و مادر یا پدرشان امکانی نگاهبینی آنها را ندارند، راضی میشوند با یک مبلغ ناچیز فرزندانشان را به دیگر نفر بدهند و ضمن گرفتن آنها با مبلغ ناچیز یا با تحفه اکثرا بازداشت میشوند و نسبتشان پرونده جنایی باز میگردد. سال 2015 پارلمان توجیکستان مقرراتی به فرزندی گرفتن یتیمان را نسبتاً آسان کرد. پس چرا تا هنوز خرید و فروش غیر قانونی کودکان ادامه دارد؟ این سال دیگری من از مومن بود. بله شهلا، واقعا در پارلمان تاجیکستان با بعضی از قانونها تغییرات وارد شد، اما با این وجود مشکلی فرزندخوانی در تاجیکستان حل خود را نیافت. برای به فرزندی گرفتن فعلا در تاجیکستان نزدیکی 20 سند 20 حجت لازم است تا یک نفر به مقامات پیشنهاد کند و دهها امضا از افراد مسئول بگیرد و دست کم 3 مرافعه دادگاهی را باید پشت سر کند اون نفر تا از تولدخانه و یا از پرورشگاه های ویژه یک کودک را قانونا به فرزندی بگیرد. از این رو این روند بسیاری خانواده ها را دلسرد میکند و آنها امکانی قانونی گرفتن را ندارند و بیشتر تلاش میکنند با راههای غیر قانونی صاحب کودک شوند. بعد این من از مومن پرسیدم که آیا خود مسئولان سبب پیچیده باقی ماندن جریان فرزندخوانی را چگونه شرح میدهند؟ ببینید شهلا، با چندی از مقامات دولتی ما صحبت داشتیم. اونها گفتند که این بیشتر با هدف حفظ حقوق کودک، سند و رعایت قانونگذاری بیشتر، طلبات بیشتر صورت میگیرد، چون هراس دارند که در صورت سبک کردن به فرزندخوانی قبول کردن امکان دارد که کودکان ربوده شوند و به هدفهای دیگر استفاده شوند، چون دلیل ها هم هست که در روسیه روند به فرزندخوانی گرفتن سبک بود و تحلیل ها نشان داد که برخی ها با هدف استثمار، مثلا استثمار شوهانی و دیگر کودکان را به فرزندخوانی میگیرند. مومن احمدی بود که با ما صحبت میکرد. ضمناً در 3 سال اخیر دادگاه توجیکستان 48 مراجعت برای فرزندخوانی را رد کرده است.